فردا روزیه که قدرت ما رو اول منافقین و بعد رافضی ها درک میکنن. بهترین وقت عملیات قبل از روشن شدن حواس. جز 2 نفر دیدبان همشون خوابن. پس ذره‌ای در راهی که انتخاب کردی تردید و تعلل به خرج ندید. خدا گذاشتشون تو دید ما، وگرنه قتل ها میرا مینداختن این جهال. هیچ وقت حریفتو دست کم نگیر. اون شکارچی ماهریه. قبل ظهر تماس گرفتن، ادای کشتن فرشته خانمو در آوردن. تیری هم که شلیک کردن مشقی بوده، صداشو گذاشتن واسه خانمای قوام. بعد شما هیچی به من نگفتی؟ تمام چرا متوجه نیستی؟ زنم داره روانی میشه، دخترم یه بار اعدام کردن. زندگیم داره اصلا میپوچه. تا فردا صبح به من مهلت بده، برمیگردم تهران، خودم مشکل رو حل میکنم. نگران نباش. لازم نکرده، خودم انجامش میدم. بازداشت نشدی؟ احضار شدم، چند تا سوال در مورد خانم ازم پرسیدم، بعد گفتم برو. منم مثل تو چند تا سوال ازم کردن، گفتم برو پی کاره. باید رد پولا رو از هر دو طرف بزنیم. پولی که این بر نقدی تحویل میشه میتونه ما رو برسونه به تیم جایگزین سمین. پولی هم که اون ور واریز میشه باید ببینیم کیا میان سراغش. فقط امیدوارم مسیر رو انتخاب نکنن که ما احتمالش رو نداده باشیم. دارم میان اینجا، آماده باشه عملیاتی اعلام کنم. هیچ کس اقدامی نکنه. بیرونو بچین، اینجا رو سریع جمع جور کنی، زود. نظری آوردیم براتون. آقا قبول باشه، دست شما درد نکنه. دوستم خودش میخواد تقسیم کنه اگه اشکالی نداره. یالا مهندس، فرمو شامل. نظری اومدیم اینجا یا بمونیم یا بریم پیش خداوند تبارک و تعالی. آماده باشیم برای امشب قبل اینکه آفتاب بالا بیاد. باید طوری ورود کنیم که یه نفرشون هم نتونه فرار کنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا همه نیروها توجه کنن. از بالا پایین خیابون مردم عادی نزدیک خونه نشن. پیمان و ایمان آماده باشیم. با شمارش من همزمان 2 تا دیدبانو میزنیم. بله شنیدم. نیار جان. دقت کنی، یه فرصت بیشتر نداری. مرتضی اسلحه ها. چشم. نیرو با توکل به خدا. یا زهرا 3 2 بزنید. شماره 400 برین داخل. علیرضا باشیم. خدا آگاده رو. ساعت تصویرها رو انتقال دادم رو لپتاپ. بیناش. آقا کمال یکی تو اتاق سمت چپته، یکی هم بالای رافعه.
تو اتاقش تکون نخورده. آقا کمال داره تلاش میکنه با سرپلش توی خارج تماس بگیره. نمیدونیم تا کی میتونیم تماسش رو قطع نگه داریم. نباید بذاری تماس بگیره. دقیقاً کجای اتاقه؟ الان ابو عامر لب تخت نشسته و گوشی دستشه. اسلحه چی؟ یه کلاش پایین تخت، یه کلتم روی تخت دقیقاً کنارشه. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی اون ورخط جوابتو نمیده. دستفن بزن بهش. یه نفر اینجا زخمی شده، یکی بفرستیم بالا. سرده بگیر بالا. سرده بگیر بالا. ابو عامر بلند شد. گیریمش رو پاک کن. دستبند بزن بهش ببرش. مطمئنی؟ 100%. نبرش برش کردون. چشاتم ببند. اینم یه آخ مخفیه که از ابنبه میرسه به خونه بغلی. هر وقت خواستی کسی رو مسلح کنی بفرستی عملیات، از همینجا استفاده کن. کسکم همیشه تو بدترین موقعیت ها یه حرفایی میزن، حال آدم خوب میشد.
نمیتونستی بهش نخندی؟ آقا کمال یه لحظه. اینا با ابو عامر 8 نفر بودن. 5 تا جنازه پیدا کردیم. 2 تاشون نیستن. یعنی چی؟ ابو عامر کجاست؟ پایین. وظیفه‌م ایجاب میکنی یه سوالی ازت بپرسم. توقع ندارم جواب بدی، ولی خب شاید بخوای متعجبم کنی. 2 نفر کجا فرستادی؟ این 2 تا چه غلطی میخوام بکنن؟ اگه قبل اینکه بهشون برسیم خونی ریخته بشه، با یه سناریویی به داعش تحویلت میدم که روزگارتو سیاه کنه. چرا وحشت کردی؟ ترسیدی؟ شجاع باش. ترسون یکی از وحشت مرگ بزدلانه دستاشو بالا میبره. ببریدش. دوربینای جلو در رو چک کنیم ببینین از کجا زدن بیرون. چشم. آقا کمال وقتی حمله کردیم بهشون همشون غافلگیر شدن. پس چطور فرصت پیدا کردن فرار کنن؟ احتمالاً قبل عملیات رفتن. بعیده. از سر شب هم تو دیدمون بودن، هم صداشون رو داشتیم. سعید و بغازن. همون 2 نفری که با ساندویجاشون اومدن برای چک کردن ساختمون. چند تا از سلاحشون کم شده؟ نمیدونم. آقای صالحی. بله. آقای صالحی آمار سلاح‌ها رو بیارین لطفاً. ممنون. عکساشون رو بفرستین برای نیرو انتظامی و ارتش و سپاه. یه جلیقه انفجاری و کلت و کلاش و چند تا نارنجک همراه شد. آقا از راه آبما رو زیر زمین فرار کردن. تو خیلی وقت داری تو دم و دستگاهی که سمینه هدایت ادارهش میکنه چرخ میزنی. خب ازت توقع دارم یه جواب درست حسابی به سوال من بدی. آقا افشین میتونم قبل از اینکه سوالتون رو بپرسین یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم؟ میگی کارتو، ولی اول جواب سوال منو بده. چیزی شده؟ نه فقط یه سواله. راستش میخوام بدونم چرا برای آزادی سمینه هدایت اینا گروگانگیری میکنن؟ اصلا اون چه ویژگی داره که این همه میخوان براش هزینه کنن؟ خودتون چی فکر میکنین؟ نمیدونی بگو نمیدونم. سوال من از خودم نپرس. ظاهرا ثروتش که مال اوناست، میمونه توان مدیریتیش که انصافا کارشو خوب بلده. همه ازش حساب میبرن. این ویژگی رو خیلی‌ها دارن. باید ببینید چرا میونه این همه ایرانی مقیم خارج از کشور اونو انتخاب کردن و فرستادنش ایران. این جواب نیست، ولی سوال درستی. سوالی که جوابش میتونه منو به پاسخ سوال خودم نزدیک کنه.
اگه من میتونستم تو موضع کاری خودم ازش بازجویی کنم تا الان خیلی راحت جواب سوالم گرفته بودم. منظورتون رو متوجه نمیشه. مهم نیست. اولین فکری که به ذهن من میرسه اینه که اونا نمیخوان شیوه‌های کاریشون بسوزه. برای همین میترسن اگر سمین هدایت اعتراف بکنه تمام تاکتیکاشون لو بره. اونایی که میگین دقیقاً کیان؟ بعدن خودت میفهمی. خب حالا کارتو بکن. من تصمیممو گرفتم. چه خوب. تصمیم گرفتن یعنی توان فکر کردن. حالا چی از این تصمیم؟ میخوام با تابان ازدواج کنم. این تصمیمی که قبلا گرفته بودی الان فقط داری اعلامش میکنی. خب نمیخواستم وسط مأموریتی که بهم دادید به شما اون چیزی بگم. اولا مأموریت ما هنوز تموم نشده. دوما زندگی خصوصی شما به ما ربطی نداره. یعنی شما با ازدواج من و تابان مشکلی نداری؟ نه، ولی قبلا هم بهت گفتم اگه تو بخوای با تابان ازدواج کنی یعنی وارد دار و دسته سمین هدایت شدی و این یعنی اینکه سایه این قصه که میتونه سایه سنگینی هم باشه تو آخر عمرت روی سرت. من دوستش دارم، واقعا نمیتونم بی خیالش بشم. من وظیفه‌م این بود که بهت بگم، فقط بیشتر بهش فکر کن. خیلی وقته که دارم بهش فکر میکنم. مشتمره که فروختی یه مدت صبر میکنیم، اگر نیومدن سراغت که میری دنبال زندگیت. حالا ببینم برنامه‌ت برای زندگی چیه؟ والا گفتم یه مدتی از ایران بریم ترکیه زندگی کنیم تا تکلیف خواهر تابان مشخص بشه. شاید بعداً برگردیم همینجا زندگی کنیم. خوبه. این ایده رفتن از ایران فکر خودت بوده یا ایده تابان؟ فعلا که رسمی ازش خواستگاری نکردم. خودم به این نتیجه رسیدم که فعلا تو این وضعیت اینجا نباشیم بهتره. میتونم ازت خواهش کنم اگه موقعیتش پیش اومد وقتی رفتی ترکیه اونجا بهمون کمک کنیم؟ البته الان دقیقاً نمیدونم باید دنبال چه کاری بریم. شاید هم اصلا دیگه هیچ وقت همدیگه رو نبینیم و شما هم راحت برین دنبال زندگیتون. چه کمکی ازم برمیاد؟ یه جوری برین ترکیه که شهروز بفهمه. اصلا بهش بگین کامل در جریان بذارینش. زندگی من چه ربطی به شهروز داره؟ شما اگه برین ترکیه ممکنه کامران بیاد سراغتون. یعنی بشم تومه؟ نه، من گفتم اگه مایلی بهمون کمک کن، اگرم که نه شما رو به خیر و ما رو به سلامت. به کامران که وصل بشی همه چی تمومه. ما به اون برسیم شبکه‌شون هم پیدا میکنیم. تو هم به جواب سوالی که داشتی میرسی که اونا کیه. نمیخوام پای تابان به این ماجرا باز بشه. پای تابان تو این ماجراها باز هست. درسته تا حالا اتهامی نداشته ولی اینجور هم نیست که نخواد به خاطر کارهای خواهرش تابان پس بده. حداقل تو زندگی شخصیش. همین که بفهمه من به خاطر نزدیک شدن به خواهرش وارد دم و دستگاهشون شدم فکر کنم کافیه. اون دیگه گردن خودته. خب همیشه برای قرار معامله آماده است؟ طبق چیزایی که بهم گفته بودین بله. خب ایشالله ما هم از این طریق به یه چیزایی میرسیم که شاید تو هم هفته دیگه بریم محصل. آقا افشین داری جدی میگین یا داری شوخی میکنی؟ من با تو شوخی دارم. قهوت سرد نشه. دکتر عکس‌ها رو دید. خدا رو شکر چیزی زیاد مهمی نیست. بعد یه مدت نباید تکونش بدی. من که گفتم چیزی نشده. گزارش بازجویی چی شد؟ اجازه بدین یکم حالتون سر جاش بیاد بعد. حالم سر جاشه. از تهران چه خبر؟ راستش انقدر سرمون شلوغ شد فرصت نکردم تماس بگیرم. بریم.
چیه؟ تکری؟ نکنه اون یکی مچ پاتم پیچ خورده. زندگیم پیچ خورده تو هم. حالا کوتاه اجرای حکمت. فرهاد رضایت میگیره برات. تو هم که بهش اطمینان داری. یه هفته از هر چی زنگ میزنم جواب تلفنمو نمیدم. خونه‌شون هم که زنگ زدم ننه باباش ازش خبری نداشتن. نمیدونستن کجاست. اگه قبل از اینکه بیفتین تو باد آشنا شده بودم بهت راه و چای درست نشون میدادم. تو اگه راه و چاه بلد بودی که الان اینجا نبودی. من که خیلی حماقت کردم، ولی الان میدونم تا ته زندگی ما میخوام چجوری برم. تهش چوبه داره. به فکر اون ورد باش. برای این ور که کاری نکردی. حالا با من چی کار داری؟ درد و دل. پس مقدمه چینی میکنی برای اصل مطلب. فاکتور بگیر اینا رو. اصل کارو بگو. من یه چند روزی نمیتونم تلفن بزنم. یه پیغام واجب دارم واسه خواهرم. وکیل کرواتی داریم شما پول داره که. کار واجب دارم. فایدهش برای من چیه؟ پول؟ چی بگم بهش؟ بهش زنگ میزنی یه جوری حرف میزنی که هیچ کس نفهمه چی به چیه. وانمود میکنی که رفیقشی. بهش میگی یه چند شب پیش خواب دیدی که دایی جان توی ترکیه فوت کرده. هیچ کس نیست بره جنازش رو تحویل بگیره. بهش میگه هر چه زودتر جمع و جور کنه بره ترکیه احوال پرسی دایی جان. منم زودی میرم پیشش. توهم زدی نه؟ تو پولتو بگیر. حوصله درد سر ندارم. 500 تومن خوبه؟ فقط باید بهش بگی تنها بره. هیچ کس هم خبردار نشه. 1 تومن. بعدشم اصلا از کجا معلوم حرف منو باور کن. بهش بگو نشون به اون نشون وقتی آخرین بار دیدمش توی کافی شاپ با پیام بود. ساره‌ای جان تحت هیچ شرایطی زیر بار نمیرین کل پول اینجا تحویل بدین یا همشو حواله کنین اون طرف. متوجه که؟ بله خیالتون راحت بشه. اگه بتونیم رد چکو بزنیم شاید به گروه جایگزین ثمینه هدایت برسیم. اینجوری خیلی میافتیم جلو. دیرت نشه؟ هماهنگه. ببینم این آقای مرتضوی رو درست توجیه کردی؟ یه بار که کلیتو براش گفتم همه ماجرا رو گرفت. آره آدم باهوشی. کار اصلیش هم صادرات غیر الان زده تو کار خرید ملک و املاک و هتل و اینجور چیزا. این هتلی هم که دارین میرین تو شلال حساب سهامدارشه. فقط امیدوارم بتونه خوب نقششو بازی کنه که خرابکاری نشه. منم خبر نداشتم. تو چند تا ماموریت نفوذی هم بوده. آره. ببینم پرسنل هتل در جریانه؟ بعید میدونم داره دسته هدایت اینقدر کنجکاو باشن. اگه دیدی دارن کنجکاوی میکنن سربسته یه توضیحاتی بده که شک نکنه. کار از ما کمکاری اب نمیکنه. این پرونده رو بده مرتضوی تو رو مطالعه کن. باشه آقا افشین. خدا برمت.
تو چیزی به درد بخوری از توشون در میاد؟ به درد بخور که هستن. در کل به این اطلاعات نصف نیمه‌ای که تو زمان کم از بازجویی‌ها به دستمون رسیده نمیشه اطمینان کرد. اسناد و مدارکی که سالم موندن رو دیدین؟ آره دیدم. نتیجه‌ای که از تلاقی اسناد و بازجویی‌ها گرفتم اینه که سعید و باغاز قراره 2 تا عملیات انجام بدن. 1 انفجار، 2 ترور. ولی ما هنوز نمیدونیم کی رو میخوان ترور کنن و کجا این اتفاق ممکنه بیفته. یعنی تو تاریکی کامل داریم به سر میبریم. ترور از حرفای ابو عامر میشد حدس زد که سوژه اهل تسننه. از کجای حرفای ابو عامر به این نتیجه رسیدی؟ بهش نسبت منافق دادن. البته با ضربه‌ای که ما زدیم من نسبت به انجام عملیات سعید باغاز مردد شدم. از چه نظر؟ وقتی بفهمن خونه امنشون ضربه خورده بازم میرن سراغ عملیات. چرا نرن؟ خودشون که ضربه نخوردن. ولی ممکنه احتمال بدن که توی تورن. اگه قصد انجام عملیات داشته باشن اول تلاش میکنن بفهمن پاکن یا نه. در نهایت بازم میرسن به عملیاتی که به عهده‌شونه. نکتهش اینه که اینجوری میتونیم زمان بخریم. دقیقاً. باید طوری وانمود کنیم که روشون سواریم تا احتیاط کنن. دعا کنیم فعلا زمینگیر شن تا ما وقت بیشتری داشته باشیم برای رزنیشون. صادق شما برو سراغ ارتباطاتشون. ممکنه با سرپلاشون تو اروپا برای کسب تکلیف تماس بگیرن. شما برو سراغ شخصیت‌ها و علمای اهل تسنن. ببین تو چند وقت اخیر کسی تهدیدشون کرده یا نه. باش. آقا کمال به نظرم با فرض بر اینکه چند ساعت از ما جلوترن بهتر نیست گلوگاه‌های خروجی استان رو کنترل کنیم؟ موافقم، خودت انجامش بده. عکساشون رو بفرست برای نیروهای نظامی و انتظامی. شما هم هماهنگ کن خبر حمله به خونه ابوعامر آنتنی بشه. فقط چیزی در مورد کشته ها و زخمی ها نباید بگین، خصوصا خود ابوعامر. همه چی باید مبهم باشه. باش. از خانواده علیرضا چه خبر؟ چی بهشون گفتی؟ به خانواده‌اش گفته بود تو استانداری کار میکنه. بچه‌ها گفتن تو شهر ترور شده. خبر ضربه به خونه رو آنتنی کنیم اونا هم میفهمن که شهادت علیرضا بی ارتباط با این ضربه نبوده. اشکالی نداره. بذارین چند روز بگذره. داغشون که آرومتر شد به خانواده‌اش بگیم پسرشون کجا کار میکرد و برای چی شهید شده. خیر بیم آخری راه رو به پلکان ابرو نصر پلکان رو بریم بالا. بله آخری راه رو به پلکان. کجا تشریف دارن؟ خارج از کشور هستم. ایشون نمیخواستن توی شرایط فعلی با سرمایه گذاری توی ایران ریسک بکنن. به همین دلیل تصمیم گرفتن از کشور برن، سرمایه‌شون هم به خودشون ببرن. کل سهام خانم هدایت در مجتمع همینه یا بازم هست؟ اگر هست قصد فروش دارن؟ نه همینه. فرمودن که قصد خانم هدایت مهاجرت کامل از ایران. البته این اولین باره که من بیزینسی با این رقم انجام میدم و طرف مقابل رو نمیبینم. آقای مهندس ماهرو، شما خیالتون راحت باشه.
وکالت فروش سهام مجتمع به اسم آقای پیام آهنگرانیه با اختیار تام. مگه وکیل خانم هدایت ایشون نیستن؟ منم از نزدیکانشون هستم. خانم هدایت بنا به دلایل شخصی وکالت مجتمع رو به من سپردن. پس من باید مبلغ معامله رو خارج از ایران بدم بهشون وقتی بنای بازگشت ندارن. یه درصدیش رو لطف میکنید اینجا پرداخت میکنید، مابقی رو اون طرف. ببینید آقای مهندس، اگه تردیدی تو انجام این معامله دارید معامله رو منتفی میکنیم تا شما مطمئن تصمیمتون رو بگیرید. من مطمئنم. تو انتقال پول مشکلی دارین؟ نه اتفاقا به نظر من بهترم هست. هرچی کمتر پول جابجا بشه کمتر شک و شبهه ایجاد میشه. البته ما قرار نیست کار خلافی رو انجام بدیم که نگران شک و شبهه‌اش باشیم. ببینید آقای مهندس ماهرو از پاک دست‌ترین فعالان اقتصادی این کشورن. همین هتلی که تشریف دارین ایشون از سهامداراش هستن. هیچ شک و شبهه‌ای در اموال ایشون نیست که اگر بود قطعاً تا حالا اومده بودن سراغشون. کارشناسایی لطفا. آقای لطفی. بله بفهم. من ترجیحم اینه که حداقل با خانم هدایت تلفنی صحبت کنم. آقای مهندس این وکالتنامه قانونیه. برگاه استلام هم که ضمیمه هستن. ایشون و ایشون هم مسئول فروش تمام اموال خانم هدایت تو ایران هستن. منم که وکیل رسمی و قدیمی ایشون هستم. من دیگه نمیدونم که باید باشه اشکالی نداره. اگه شما اطمینان ندارین من به خانم تماس میگیرم بهشون میگم. بعید میدونم معنی وجود داشته باشه. در مورد نحوه پرداخت توافق کردین؟ گفتم خودتون تشریف داشته باشین صحبت کنید. من 5 ساعت دیگه پرواز دارم. اون موردی نداره. در مورد تعداد چک‌ها و مبالغش توافق انجام بشه میریم بانک خودتون، چک بین بانکی صادر میکنیم. با آقای هاشمی نژاد تماین کرد. فقط 10 میلیارد رو جدا بنویسید برای آخر هفته. در بچه خانم سمین هدایت؟ نه خیر، در بچه من. این حساب یکی از شرکت‌های خانم تو ارمنستان. برای انتقال پول صراف مطمئن داریم. آقای مهندس خودشون اون طرف حساب دارن. نیاز به صراف نیست، خودشون منتقل میکنن. این حساب به اسم شرکته. یه حساب حقوقیه. یه شماره حساب شخصی از خانم هدایت به من بدین. همه حسابای خانم در خارج از کشور حسابای حقوقیه. ما یه رسید خدمتتون میدیم که امضای بنده به عنوان وکیل خانم هدایت و امضای آقای مرادی و آقای آهنگرانی زیرش درج میشه. من در این خصوص باید با شریکم مشورت کنم. آقای سالی یه تماس باشون میگیرم. سلام آقا افشین. سلام. بگو. میگن اصل مبلغ باید حواله بشه به یه بانکی توی ارمنستان. 10 میلیارد هم چک بین بانکی میخوام برای پیام. آره شنیدم. فقط یه چیزی متوجه نشدین که این شرکت توی ارمنستان سابقش چیه و متعلق به کیه؟ نه فقط گفتن شرکت مال همین سمین هدایته. یه شماره حسابه و یه اسم. تو اتاق بغل منتظرن، چیکار کنیم؟ هیچ. برو انجامش بده تمومش کن. چشم. چه خبر؟ توی اخبار چیزی نگفتم؟ نه هنوز. نباید فرصت ها از دست بدیم. نمیخوای رو زدن این ماموستای بازم فکر کنی؟ به چی فکر کنم؟ وقتی میدونم دارم حکم خدا رو انجام میدم. اون یه مبلغ دینیه. مهم اینه که ببینی از تریبون کی داره تبلیغ میکنه. مهم اینه که داره احکام خدا رو از این تریبون میگه. کار ما مبارزه با کفر و شرک و نفاق سعید. نباید هبار براش دنبال ادله بگردیم. این یعنی شک. شک یعنی گناه کبیره.
همون جوری که مولای ما ابو عامر به صراحت فرمود حکم این مرد مرگه. ما باید هر لحظه برای جهاد فی سبیل الله آماده باشیم سعید. اینکه خبری از عملیات برادرامون تو کرمانشاه نشده عجیبه. نگرانم. نگران چی؟ که اتفاقی نیفتاده باشه. قطعا عملیات موفق بوده. پس چرا هیچ خبری اعلام نمی‌کنن؟ این عجیب نیست. رژیم این اخبار رو سانسور میکنه سعید. مهم اینه که ما الان متمرکز باشیم روی عملیات اول خودمون. نباید به هیچ چیز دیگه ای فکر کنیم. فقط باید به این فکر کنیم که با این عملیات خدا و خلیفه از ما خوشنود میشن. آماده باش. تا نیم ساعت دیگه باید حرکت کنیم. جلیقه و کلاش رو چیکار کردی؟ یه جا مخفی کردم. بعد از انجام عملیات میریم برش میداریم. هیچ قرینه‌ای نداریم که از استان خارج شده باشن. گزارش منابع و تجهیزات فنی نشون میده که احتمالاً توی یکی از این شهرها باشن. برآوردی ندارین تا چه فاصله میتونن رفته باشن؟ ما نمیدونیم چه سازی زدن بیرون. البته فرض هم در نظر بگیریم که ممکنه خبر درگیری رو بشنون از مرز خارج بشن. بعیده سر خود کاری انجام نمیدن. از سرپول کسب تکلیف میکنه. به همه شهرستان‌ها آماده باش بدیم. خبر رفت روی آنتن؟ یه روب دیگه رادیو هم تلویزیون خبرو میرن. حالا مگه اینا رادیو گوش میدن؟ مگه تلویزیون آروم نکردن؟ موتور رو کجا گذاشتی؟ پایین پله ها. سلام علیکم. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سعید موتور روشن نگه دار. سعید حواست کجاست؟ باشه باشه.
سلام. سلام، بفرمایید. میخوام با ماموس عبدالرحمن صحبت کنم. الان وقت مناسبی نیست، نماز عصر تشریف بیارید. اما کارم واجبه، سوال شرعی دارم. چند لحظه. سلام، بفرمایید. امرتون. سلام، ماموس عبدالرحمن؟ بله، خودم هستم. که سهمم از کل جهان تویی، پس می نویسمت چون داستان تویی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردته. شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کن و برام از مثنوی بگو، از درد حافظ و از مولوی بگو. تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه. سندت خورده به نامم دیگه نه، این همون جوازه آزادیمه. پر زخم ترکش و خمپار است هر وجب از خاک خوزستانه. توی ذهن جنگل سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیک خانه. شد تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه. صدها شاهنامه هم تو وصف تو کمه، این سرزمین پر از امثال رستمه. هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه. حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی 40 ستون.
تمام سهمم از دنیایی خاک تو ارث اجدادی من سندت خورده به نامم دیگه این همون جواز آزادی من پر زخمه ترکش و خمپار است هر وجب از خاک خوزستانت توی ذهن جنگلا سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیک خان